اگر مریضی یا تو خونه مریضی داری یا اینکه مشکل صعب و سختی برات پیش اومده، این حرف منو گوش بده. میخوام یه شخصی بهت معرفی بکنم، بی برو برگرد. اگر با اعتقاد بری در خونش، حاجتتو بخوای، مریضی، بیماری، اولویت، دست خالی رد نمیکنه. مطب این بزرگوار یه مسیری داره، یه مسیری که همه باید پیاده برن. توی این مسیر مطب افرادی اومدن آقا پلاکارت زدن، شاید بالغ بر 300 تا 400 تا 500 تا نمیدونم، پلاکارتی که طرف اومده نوشته آقا من 9 سال سرطان فلان داشتم خوب شدم، من بچه‌م مریض بود خوب شد، دکترها جوابش کردن خوب شد، ها بچه دار نمی شدم خوب شد. اینا که پلاکارده بابا. من خودم تو مطبش آدم دیدم که فریاد زد بچه من کور بود، شفا پیدا کرد. اینم که دیگران ولش کن، خودم محبتی کرد این دکتر به من، این بزرگوار به من، که بعضی چیزا قابل بیان نیست، ولش کن. حالا این کی هست؟ این دکتر رو به ما معرفی کن. چشم. طبیبت المعلولین کیه؟ دختر کوچولو نازدانه امام حسن مجتباست که توی شهر هله 40 کیلومتری شهر نجف، که بر اثر ظلمایی که بهشون شد یه دختر بچه 12 ساله به شهادت رسیدن. حالا بابا کی بره تا اونجا؟ نمیخواد بری تا اونجا. من حاجت خودم رو، اولین حاجتی که از این بزرگوار گرفتم،